درود به دوستان. آغاز میکنم جلسه سوم از درس بازخوانی کتاب فلسفه در کلاس درس رو. در جلسات پیش به مقدمه کتاب پرداختیم. از این جلسه وارد بخش یکم از کتاب میشیم. تشویق کودکان به تفکر. بخش یکم دارای 4 فصله. عنوان فصل 1 هست نیاز به تحریزی دوباره آموزشی. کار خودمون رو با فصل 1 آغاز میکنیم. بذارید اینطوری شروع کنم. اگه یک آدم فضایی، یک غریبه از یک سیاره دور که ساکنانش به نسبت دارای تفکر منطقیه تصمیم بگیره که مسافرتی بکنه به کره زمین، اگر بیاد و در شهرها، در کوچه ها و خیابان های ما بگرده، بره و سرکی بکشه در مدارس، بیشک پدیده ای رو میبینه و شگفت زده میشه. شگفت زدگی او از این بابت نیست که متوجه میشه یک ناکارآمدی جدی، بنیادین، اساسی در نظام آموزشی ما وجود داره و ما ازش بیخبریم. نه، اتفاقا مشاهده میکنه که ما از این جریان مطلعیم، اما تعجب میکنه چرا که میبینه ما راهکاری در مقابل این ناکارآمدی اتخاذ کردیم که خودش ناکارآمدتره، که خودش شکست خورده تره. غالب اوقات برای جبران این نابسامانی از یک سری راهکارهای اصلاحی، رویکردهای جبرانی استفاده میکنیم که خود اونها بی‌کفافترن، که خیلی وقتها باید همین رویکردهای اصلاحاتی رو اصلاح بکنیم. این کمی مضحکه، این کمی خنده‌آور هست. تا به الان هزینه های زیادی برای برطرف کردن این مشکلات خرج کردیم، هزینه های هنگفت، اما در جای نادرست، در راه نادرست، در مسیر نادرست، و برای همین هیچ وقت به اون نتیجه مطلوب نرسیدیم. هیچ وقت به این فکر نکردیم که شاید مشکل جدی‌تر از این حرف است یا مشکل در جای دیگه است. هیچ وقت همت نکردیم که یک بازنگری اساسی و ژرف در ساختار نظام آموزشی داشته باشیم. یک نظام آموزشی استاندارد باید از معیارهای استاندارد تبعیت بکنه. اساساً یک نظام آموزشی استاندارد باید ارزش‌های استانداردی داشته باشه. وقتی نگاه میکنیم به سیستم آموزشی فعلی و ارزش‌هاش رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که این سیستم یک سری ارزش‌های بیرونی و ابزاری هم نسبت به معلمانش و بالاخص نسبت به دانش آموزان خودش داره. یک نظام آموزشی کارآمد ارزش‌هاش درونی هستن. او به معناداری آموزش، به عقلانیت در آموزش اهمیت میده. او از یک وحدت و انسجام روش شناسانه تبعیت میکنه. اما وقتی به حال حاضرمون نگاه میکنیم، متوجه میشیم که خبری از معناداری، خبری از عقلانیت، خبری از وحدت و انسجام روش شناسانه نیست. باید این موارد رو به طور جزئی تر بررسی بکنیم. مشخصه که مخاطبان یک نظام آموزشی رو قشرهای فرهنگی متفاوتی تشکیل میدن. این قشرهای فرهنگی اثرپذیری متفاوتی هم نسبت به ناکارآمدی آموزشی دارن. مشخصاً وقتی به اون دسته از گروه‌های فرهنگی اجتماعی که پیش از این که مخاطب نظام آموزشی قرار بگیرن در وضعیت نامناسبی به سر می‌بردن نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم که این قشرها
در برابر نابسامانی های آموزشی اثرپذیری بیشتری از خودش رو نشون میده. بذارید از یک استعاره استفاده کنم. استعاره همگیر شناسی، اپیدمیولوژی. وقتی یک بیماری مثل آنفلوانزا همه‌گیر میشه، شیوع پیدا میکنه، افراد مختلف بر حسب مقاومت جسمانی، آمادگی روانی خودشون تأثیرپذیری متفاوتی نشون میدن. اون دسته که مقاومت و آمادگی بالاتری دارن کمتر آسیب میبینن، اما اون دسته که مقاومت و آمادگی پایینتری دارن بیشتر تحت تاثیر این بیماری قرار میگیرن و بیشتر آسیب میپذیرن. مخاطبان نظام آموزشی هم دقیقاً در چنین وضعیتی هستن. اون دسته از قشرهای فرهنگی که ضعف دارن وقتی با ضعف نظام آموزشی روبرو میشن آسیب فراوانتری دریافت میکنن. مشخصاً دسته دیگر فرهنگی که تمتع‌هایی داره میتونه نیازهای خودش رو از طرق دیگر برآورده بکنه، آسیب جدی دریافت نمیکنه. موفقیت این قشر فرهنگی نمیتونه به پای موفقیت نظام آموزشی نوشته شده باشه. اساساً نظام آموزشی زمانی موفقه که بتونه اون قشر آسیب پذیر رو تأمین بکنه. اینجاست که رویکردهای جبرانی فهم صحیحی از امر آموزش نداره. تصور اونها بر اینه که فکر میکنن با یک سری فرایندهای ضربتی آموزشی با کم کردن نشانه های شکست تونستن اصل ماجرا رو برطرف بکنن، در حالی که اینطور نیست. در حالی که کم کردن نشانه های شکست به معنی مرتفع شدن مشکلات نیست. نظام آموزشی منتقد داره، تا دلتون بخواد هم منتقد داره. اونها ایرادات، مشکلات، مسائل، مصائب موجود رو خوب تشخیص میدن، خوب تحلیل میکنن. اما خیلی وقتها وقتی مرحله ایده دهی، مرحله پیدا کردن راه حل میرسه، دیگه حرفی برای گفتن ندارن. حرفاشون بیشتر به یک غرغر کردن، منتها غرغر کردن آکادمیک شباهت پیدا میکنه. و طبیعتاً این نظام آموزشی مدافعانی هم داره، مدافعانی که بیشتر ناکامی آموزشی رو ربط میدن به ناکامی‌های اقتصادی، ناکامی‌های اجتماعی، ناکامی‌های فرهنگی. معتقدن اگر این مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حل بشه، خود به خود مشکلات آموزشی هم حل میشه. راستش وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم متوجه میشیم که مسئولان امر برنامه جدی برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ندارن. در این صورت معنی ضمنی حرف مدافعان این میشه که اساساً امیدی به بهبود نظام آموزش نیست. ما که نمیتونیم به همچین شرایطی اکتفا بکنیم. ما باید به دنبال راه حل باشیم. با اینکه هم منتقدان و هم مدافعان هر دو دسته ما رو مایوس و سرخورده میکنن، اما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که امیدمون رو نگه داریم. باید به دنبال راه حل باشیم. چرا میگیم راه حل‌های رویکردهای جبرانی چندان به درد نمیخورن، کاملا ناکارآمدن؟ وقتی به این راه حل‌ها نگاه میکنیم بیشتر به یک سری چسب زخم شباهت دارن، چسب زخم‌هایی برای خراشیدگی‌های ظاهری. اما وقتی به مشکلات نظام آموزشی نگاه میکنیم این مشکلات شبیه جراحت‌های عمیق و شدید درونیه. جراحت‌های عمیق و شدید درونی رو که نمیشه با یک مشت چسب زخم درمان کرد، نه؟
راه‌حل‌های رویکردهای جبرانی و اصلاحی معمولاً از این قبیله: دیوارای کلاس‌ها رو بردارید. نه، بذارید دیوارا باقی بمونه. به معلم‌ها بیشتر حقوق بدید، بیشتر دستمزد بدید، معلم‌ها رو بیشتر تشویق بکنید. نه، اینم جواب نداد. بچه‌ها رو بردارید و ببرید توی اردو بهشون درس بدید. هزینه ها رفت بالا. برگردید تو حیات مدارس. نشد. برید تو همون کلاس ها رو با هم مخلوط بکنید. به مدیر و معاون بگید بیان، چند تا معلم و مربی اضافی هم بیارید. اینم جواب نمیده. برگردید به حالت قبلی. یک سری تجهیزات فناورانه استفاده کنید، کامپیوتر و لپتاپ و پروژکتور و غیره. نه، اینا هم مفید واقع نشد. به بچه‌ها بگید گوشی‌ها و تبلت‌ها و لپتاپ‌های شخصی خودشون رو بیارن. اوه این فاجعه به بار آورد. اینا رو ازشون بگیرید. به پدرها و مادرها بگین بیان سر کلاسا. جواب نمیده. شما برین تو خونه ها. این که اصلا جواب نداد. از یک سری مواد کمک آموزشی استفاده کنید. نه، هیچ کدوم از اینها کارساز نیست. همونطور که ما پزشکی جبرانی نداریم، نظام پزشکی جبرانی نداریم، نباید نظام آموزش جبرانی هم داشته باشیم. همونطور که در قبال بیماران آسیب پذیرتر، بیماران ضعیفتر خدمات بیشتری به اونها ارائه میدیم، از اونها بیشتر و بهتر مراقبت میکنیم و خب طبیعتاً کسانی که به مراقبت کمتری نیاز دارن، مراقبت کمتری از اونها به عمل میاریم، دقیقاً در نظام آموزشی هم باید بیشتر حواسمون به قشرهای ضعیف و آسیب پذیر باشه. باید نیازهای اونها رو بهتر بتونیم تأمین بکنیم. اما در حال حاضر چنین اتفاقی رقم نمیخوره. پیروزی رویکردهای اصلاحی، پیروزی رویکردهای جبرانی زمانی خواهد بود که ما به اونها به چشم رویکرد جبرانی نگاه نکنیم. آموزش ما زمانی کمال یافته است که به این چشم نگاه بکنیم که قرار اساسی ترین نیاز بیشترین قشرهای آسیب خورده رو تأمین بکنه. این هدف اصلی ماست. نظام آموزشی نباید به گونه‌ای باشه که کودکان بگن من رشد کردم، بزرگ شدم، سالهای مدرسه رو پشت سر گذاشتم، بالاخره الان توی این سنی که هستم، اما خب بخوای نخوای به این مرحله میرسیدم. یا مثلا برگرده بگه که من یک سری خلاقیت داشتم، کلی توانمندی داشتم، کلی استعداد داشتم، همش کور شد. نباید نظام آموزشی چنین ویژگی داشته باشه. نباید افرادی که از در مدارس بیرون میان و فارغ التحصیل میشن همچین گفته هایی به زبون بیارن، ولی به زبون میارن. نباید مثل قول مدافعان نظام آموزشی نوین، نظام آموزشی استاندارد به گونه‌ای طراحی بشه که وضعیت وخیم فرهنگی، وضعیت وخیم اقتصادی، وضعیت نابسامان اجتماعی کل نظام آموزشی رو تحت تاثیر قرار بده و نظام آموزشی هیچ برونشویی از این وضعیت داشته باشه. نه، شاید حرفامون یه ذره آرمانی به نظر برسه. البته که نباید از یک نظام آموزشی جایگزین انتظارات فراوان داشت. اما خب حق بدید، نباید از این نظام آموزشی انتظارات اندکی هم داشته باشیم. انتظارات ما باید معقول باشن. ما نیاز داریم که یک نظام آموزشی کمال یافته داشته باشیم. کمال یافتگی نظام آموزشی هم در اینه که کارآمد باشه، اساسی ترین نیازهای ما رو پاسخ بده، توانمندی های ما رو شکوفاتر بکنه، ایده ها و خلاقیت های ما رو بال و پر بده. این فکر نمی کنیم که یک انتظار بیش از حد باشه. اگر این حرف ها برای کسی که میشنوه منطقی و معقول به نظر برسه، اگر اون شخص جزو عوامل آموزشی باشه یا به نوعی ربطی با عوامل آموزشی داشته باشه،
اگر زمانی که موعد عمل فرا میرسه اون فرد بر اساس این صحبت ها عمل نکنه، در این صورت میتونیم بگیم که اون فرد هم در افکارش و هم در اعمالش دارای تناقضه، چرا که حقیقت را چیزی میداند اما در عملش چیز دیگری نمود پیدا میکند. کودکان انتظار زیادی از آموزش ندارن. اگه پای حرف بچه ها بشینید، بچه ها چند تا انتظار ساده از آموزش دارن. اونا میخوان که یادگیری براشون جذاب باشه، باهاشون مرتبط باشه، براشون معنا داشته باشه. همین و خلاص. والدین هم انتظار زیادی ندارن. انتظار والدین از مدارس، از معلم ها اینه که بچه ها رو وادار به آموختن بکنه. این دوتا خواسته، یعنی خواسته کودکان و خواسته پدرها و مادرها، شاید کمی دور از هم به نظر برسه، اما در حقیقت هر دو یک چیزه. اگر آموزش برای بچه ها جذابیت، ربط و معناداری داشته باشه، بدون هیچ وادار کردنی، بدون هیچ عتاب و خطابی، بدون هیچ زوری، خود کودکان یادگیری رو آغاز میکنه. اتفاقا اگر معناداری و جذابیت و ربط وجود داشته باشه، ما نمیتونیم جلوی کودکان رو نسبت به یادگیری بگیریم. سوال مقدر بعدی اینه: حالا چی به بچه ها یاد بدیم؟ معمولاً در دسترس ترین پاسخ اینه: رؤوس میراث فرهنگی و علمی. یه پاسخیه، البته چندان بدیهی نیست، ولی به این آسونی هم نمیشه ردش کرد. ما بزرگترها هر دعوایی هم بکنیم سر محتوای مواد آموزشی، راستش این مواد آموزشی چندان برای خود بچه ها مهم نیست که چی باشه. معمولا حرف این بچه ها اینه: هر چیزی که به خورد ما میدهید بدهید، اما تو رو خدا آن چیزها دارای جذابیت باشن، دارای ربط باشن، دارای معناداری باشن. همین و خلاص. بچه ها خیلی نمیسنجن که چه محتوای آموزشی با اونها کار میشه. این محتوای آموزشی مربوط به قرنها پیشه یا به روزترین دستاوردهای دانشی بشره. نه، فقط بچه ها به معناداری اون محتوا میاندیشند و تمام. واقعا این انتظار زیادی نیست که بچه ها بخوان نظام آموزشی که درش به سر میبرن دارای یک کلیت باشه، دارای یک انسجام باشه، دارای یک وحدت معنادار باشه. و همچنین متوجه باشن که وقتی از مرحله آموزشی به مرحله دیگر میرن، بین این مراحل چه ربطی وجود داشت، خودشون کجای ماجرا. این واقعا انتظار زیادی نیست که بچه ها دارن. ما باید حواسمون به این باشه. خب طبیعتاً وقتی خود ما وارد یک معامله میشیم، هیچ وقت حاضر نیستیم که ضرر بکنیم اما این معامله رو انجام بدیم. ما هیچ وقت دوست نداریم در معاملاتمون خسارتی ببینیم. اون وقت چرا به بچه ها مدام وعده پوچ، وعده خالی میدیم که آره این درس ها رو بخون، درسته برات سخته، درسته برات معنادار نیست، درسته که دوستشون نداری، اصلا درسته که حالیت نمیشه، اینا چیه؟ در آینده به دردت میخوره. نه، چیزی که محتوایی که آموزشی که اکنون برای کودک معنادار نباشه اساساً اون رو یاد نمیگیره، چه برسه به این که سالها بعد در خاطرش باشه و سالها بعد وقتی با مسئله روبرو بشه متوجه بشه که اون چیزی که 1000 سال پیش یاد گرفتم قرار الان به درد من بخوره. صحیح، خیال باطل. همونطور که ما به یک معامله پرضرر، به یک معامله پر از خسارت تن نمیدیم، چرا باید همچین انتظار واهی رو داشته باشیم که کودکان به یک معامله این چنین تن بدن؟ این اون نکته اساسیه که باید مدام مد نظرمون باشه، باید مدام جلوی چشممون باشه. راهکار اساسی چیه؟ شاید بشه راهکار رو در یک واژه خلاصه کرد: کشف، دیسکاوری.
اطلاعات رو میشه منتقل کرد، آموزه ها رو میشه آموخت، احساسات رو میشه با دیگران در میون گذاشت، اما معانی باید کشف بشه. فرض کنید یک نویسنده‌ای متنی می‌نویسه و اون رو در اختیار شما قرار میده. شما شروع می‌کنید به خوندن این متن و معانی رو ازش کشف می‌کنید. تصور رایج اینه که معانی کشف شده شما همان مفاهیمی است که مؤلف، نویسنده در متن تعبیه کرده. این تصور رایج هست اما تصور دقیقی نیست. شما از اون متن چیزی رو فهم میکنید که خودتون کشف کردید، نه چیزی که نویسنده در متن گنجانده. اگه موقعیتش پیش بیاد و با نویسنده رایزنی کنید، گفتگو کنید، اون وقت متوجه میشید که یه ذره فهماتون متفاوته. متوجه میشید که برداشت متفاوتی از قضیه دارید. حتی ممکنه به یک نتیجه رسیده باشید اما میفهمید که معمولاً از راه‌های متفاوتی به اون نتیجه رسیدید. این کاملاً طبیعیه و قابل تأمل هم هست. این برای ما هم رقم میخوره. ما تجربه شرکت در سمینارها، در کنفرانس‌ها، در ارائه‌ها رو زیاد داریم. به انجمن‌ها و جلسات زیاد میریم. معمولاً وقتی میخوایم خاطره این جلسات رو ارائه بدیم، یک چیز بازگو میکنیم: برداشت فرد خودمون. در اون جلسات ممکنه که ابعادی وجود داشته باشه، وجوهی وجود داشته باشه که ما اصلا اونها رو ندیدیم، طبیعتا نمیگیمشون. ممکنه ابعادی رو دیده باشیم اما برداشت متفاوتی ازش بکنیم و همون برداشت متفاوت رو بازگو بکنیم. ما مدام در حال کشف معانی شخصی خودمون هستیم و خب اتفاقی که در مدارس میفته بر اساس این موضوع نیست. یک سری افراد به اسم برنامه‌ریزان آموزشی محتواهایی رو در دست دارن و تصمیم میگیرن این محتواها رو در قالب کتاب‌های درسی بگنجونن. اون وقت تصور اینه که معلمان این مطالب رو میخونن و تصمیم میگیرن که انتقال بدن به کودکان. راستش از کجا معلوم وقتی معلمون کتاب درسی رو میخونه همون برداشتی رو داشته باشه که برنامه‌ریزی آموزشی داشت، همون معنای رو کسب بکنه که مؤلف اون کتاب مد نظر داشت؟ و از کجا معلوم که وقتی معلم شروع به سخنرانی میکنه، شروع به عتاب و خطاب میکنه، وقتی این اطلاعات رو منتقل میکنه، کودک دقیقاً همون چیزی رو به دست بیاره که کتاب درسی مد نظر داشت یا معلم مد نظر داشت؟ معنا رو نمیشه مثل شیرینی بین افراد پخش کرد. معنا کشف میشن و هیچ چاره ای نیست. و اگر معنا نباشد که معمولاً در نظام آموزشی کنونی معنایی در کار نیست، نتیجه مشخصی به بار میاد. نبودن معنا معمولاً به معنی بروز مشکلات عمیق روانیه. نبودن معنا معمولاً به معنی روبرو شدن با فردی که هیچ انگیزه‌ای برای زندگی نداره، هیچ امیدی نسبت به آینده نداره. نبودن معنا معمولاً افراد سرخورده‌ای رو تربیت میکنه که برای برطرف کردن سرخوردگی خودشون رو به یک سری داروها، رو به استفاده از دخانیات و مواد مخدر میارن. این نتیجه نبودن کشف و معنایابی در نظام آموزشیه. حرفای ما نباید شباهت پیدا بکنه به همون غرغرهای آکادمیک. باید مو به مو، ریز به ریز، تک تک این مواردی که گفتیم رو باز بکنیم و سازوکارشون رو بررسی بکنیم. اون وقتی که عیار کار دستمون میاد و اون وقتی که باید مجدداً بشینیم و بازنگری بکنیم که این نابسامانی ها از کجا آب میخوره. تلاش میکنیم در جلسات بعدی به همین موضوع بپردازیم.